وقتی که روزه میرید چیریا کاریا دم ریتو دیک نوه سیک ونو نکریشون دیک میکشن تا ته مردم روزه دار نشو بیان. حقیقت و شمامم که ونو پاداش خوشونه گریتنه. اما تو وقتی روزه میری و سر خود رقو بزه وری خود بشور تا مردم با خبر نوان های و روزه بلکه تنیا بوا آسمونی تو که ده همه چی خبر داره دونسوه و بوا آسمونی تو که چیایی که ده خفا امینه و تو پاداش میره. وری زمی گنج اندوخته نکو جایی که بید جنگ ون مهره و یا دوزیا دالو میزنن اون موزن بلکه گنج خود ده آسمو اندوخته کو جایی که بید جنگ ون نمهره و دوزیا دالو نمیزنن و ون نموزن سیه که هر جا گنجتونه دل تو هم ها اوچه چش چراغ بدنه ار چشت سالم بوه تمام وجودت روشنه اما ار چشیات فاسد بوه تمام بدنت ده تاریکی پرموه پس ار نوری که ده مینت چونه تاریکی با چه تاریکی عظیمی موه هیچ که نمیتونه دو ارباب خدمت بکه سیه که یاد یکی نفرت داره و به او یکی هنی محبت داره و یا به یکی ارادت پیامه که و او یکی هنین کوچک میشماره نمیتونید هم خدان خدمت بکید و هم پیلنه پس به شما مهم نگران زندگی خودتو نوید که چی بخورید و یا چی بنوشید و نه نگران بدن خودتو که چی بپوشید آیا زندگی ده خوراک و بدن ده لباس مهمتر نی؟ پرنده یا آسمون سیل بکید که نه میکارن نه درو میکن و نه ده اماریا ذخیره میکن و ای همه بوا آسمونی شما و ونو روزی میه ما شما ده ونو خیلی قیمتی تر نیستید کیه ده شما که بتونه با نگرونی ساعتی و عمر خوش اضافه بکه سی چیزی لباس نگرونید سوسنی ها سران سیل بکید که چطور رشد میکن نه زحمت میکشن و نه میرسن با این همه به شما مهم که حتی سلیمان پادشاه هم با این همه شکوه و جلالش چی یکی دوونو آراسته نوی پس ار خدا الف سرانه که امروهی و سو ده تنیر و نموه چنی می پوشنه مشمان ای کم ایمونیا و مراتب بهتر نمی پوشنه پس نگران یا نوید که چی بخوریم یا چی بنوشیم و یا چی بپوشیم سیک قومی ها غیر یهودی ده دوم گرد ایچیا هن اما بوا آسمونی شما دونه که شما به گرد ایچیا نیاز دارید اما
شما اول ددوم پادشاهی خدا و عدالت او بوید. اوسه گرد ینو هم به شما عطا موه. پس نگران سو نوید، سیاک سو نگرانی خوش داره. مشکلات امرو سی امرو بسه.